یه پیاز داغ خوب درست کردم، رفتم مارکت یه گندم گرفتم، آوردم گندم رو ریختم تو قابلمه، حسابی شستم و بعد از اینکه شستم گذاشتمش روی گاز و حرارت رو زیاد کردم و بعد مرغ یا گوشت هر چیزی که دوست داشتیم، که من اینجا هم مرغ ریختم هم گوشت ریختم توش، گذاشتم که حسابی با هم دیگه بجوشه. وقتی که این حسابی جوشید تا موقعی که بخوابم من اینو به هم زدم. مثلا اینو من ساعت 8 بار گذاشتم تا 12 که بخوابم. هر دفعه اومدم در قابلمه رو باز کردم و اینو به هم زدم که خیلی خوب میشه اینجوری. و بعد زیرش کم کردم گذاشتم رو گاز و اینم شد نتیجه کار. راستی یادم رفت بگم ما حلیمو با پیاز داغ میخوریم. نهار جاتون خالی، قرمه سبزی بار گذاشتم و حالا رفتم سر ترشی درست کردم. بادمجونا رو حلقه حلقه کردم گذاشتم بپزه. سیر رو ریختم تو آب که اینجوری پوست کندنش خیلی راحت میشه. کلم قرمز، سرکه، اونا رو همه رو میکس کردم با سیرا رو که پوست کندم میکس کردم. حالا بهشون نمک، فلفل، زردچوبه، زنجبیل اضافه کردم و به هم زدم با هم دیگه. بعد از اینکه اینا رو ریختم یه مقدار نعنا خشک و یه مقدار پونه کوهی هم بهش اضافه کردم و دوباره به هم زدم. حالا اینجا فوت کوزه‌گریه. فوت کوزه‌گری این ترشی چیه؟ گلپر. بله، گلپرم اضافه کردم و خوب با هم دیگه به هم زدم. حالا این ترشی رو میتونید هم به عنوان لیته بادمجونا رو له کنید، مواد لابلا بریزید، سرکه بریزید و یا اینکه میتونید به شکل حلقه حلقه داخل شیشه بریزید و از مواد لابلای اون بریزید و بعد سرکه بریزید. هر دو جورش خیلی خوشمزه و عالی میشه. اینجا من بادمجونا رو داخل شیشه ریختم، مواد رو ریختم روش، بعد از اینکه پر شد شیشه سرکه ریختم. ببینید چقدر خوب شد.